درود خدمت همه عزیزان. من حمید هستم و چهارمین درس از دروس مقدمات مسیح را خدمت شما ارائه میدم. عنوان این درس هست نقشه نجات و عهدها، وعده به ابراهیم و موسی. اما قبل از اینکه به این درس بپردازیم با هم دیگر به حضور خداوند میرویم و دعا میکنیم. پدر آسمانی، خداوند وفادار، تو را شکر میکنیم که وقتی ما در گناه سقوط کردیم ما را به حال خود رها نکردی. سپاسگزاریم که تو خدای عهد و پیمان هستی و وعده هایت هرگز تغییر نمی کند. امروز قلب های ما را باز کن تا بفهمیم چطور در طول هزاران سال نقشه نجات را قدم به قدم پیش بردی تا در نهایت عیسی مسیح را برای ما فرستادی برای بخشش گناهان ما. شکرگزاریم و می‌خوایم که خداوندم در این لحظه نیز با ما باشی و در این درس ما را هدایت کنی. به نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان، در این درس بررسی نقش نجات که از ابتدا در دل خداوند برای بشریت داشته خواهیم پرداخت، از وعده‌های خدا به ابراهیم و موسی تا آمادگی برای آمدن عیسی مسیح. این نقشه در طول تاریخ کتاب مقدس به طور واضح آشکار می شود. در این درس به ما نشان می دهد که خداوند از ابتدا برنامه‌ای برای نجات بشر داشته و چگونگی این وعده ها در آمدن عیسی مسیح تحقق یافته است. ما خواهیم فهمید که نجات اتفاقی یا ناگهانی نیست، بلکه نقشه الهی تدریجی و وفادارانه است که از ابتدای تاریخ بشر آغاز شده و در مسیح به اوج میرسد. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم با مجموعی از داستانهای پراکنده روبرو نیستیم، بلکه با یک داستان واحد روبرو هستیم. داستان خدایی که انسان سقوط کرده را رها نکرد. سوال اصلی این است: اگر انسان سقوط کرد آیا برنامه ای داشت؟ پاسخ کتاب مقدس روشن است: بله. از ابتدا نقشه نجات در دل خداوند برای بشریت وجود داشت. نجات اتفاقی یا ناگهانی نبود، بلکه برنامه الهی و ازلی و ابدی و تدریجی و وفادارانه خداوند بود که از ابتدای تاریخ بشر آغاز شد و این نقشه در مسیح عیسی به اوج خودش رسید. از همان لحظه‌ای که گناه وارد جهان شد، خدا نه در واکنش بلکه با قصدی ازلی مسیر نجات را آغاز کرد. این مسیر را ما در کتاب مقدس با نام عهدها میشناسیم، مثل عهد با ابراهیم که وعده خداوند به پدر ایمان است، عهد با موسی که راهنمایی و هدایت مردم اسرائیل را داشت. این دو عهدها نامیده بشن: عهد با ابراهیم و عهد با موسی. آمادگی برای آمدن مسیح، وعده نجات در مسیح و تحقق آن در عهد جدید که خداوند عهدی جدید را با انسانها می‌بندد. بسیاری از ایمانداران کتاب مقدس را تکه تکه می‌بینند. عهد عتیق را جدا از عهد جدید می‌خوانند و تصور می‌کنند نجات فقط با آمدن عیسی مسیح آغاز شده است. اما حقیقت این است که خدا از ابتدا می‌دانست انسان سقوط خواهد کرد و نجات واکنش ناگهانی خدا نبود، بلکه بخشی از اراده ازلی او بود. اگر نقشه نجات را نفهمیم، مسیح را فقط یک معلم اخلاقی می‌بینیم، نه مرکز تاریخ. تصور کنید خانه‌ای در آتش می‌سوزد. به آتش نشان فریاد می‌زنند نگران نباشید، راه نجاتی هست. خدا درست پس از سقوط انسان همین وعده را می‌دهد: نگران نباشید، راه نجاتی هست. در کتاب مقدس عهد صرفاً قرارداد انسانی نیست. قراردادهای انسانی مشروط، دو طرفه و قابل فسخند. اما عهد الهی بر شخصیت خدا استوار است.
خدا خود را متعهد می کند حتی وقتی انسان وفادار نمی ماند. وقتی انسان وفادار نمی ماند، خدا خود را متعهد می کند. در هر عهد 3 عنصر دیده می شود. وعده الهی، مسئولیت انسانی، نشانه یا مهر عهد. انسان‌ها بارها شکست می‌خورند، اما خدا هرگز عهد خود را فراموش نمی‌کند. سقوط انسان پایان داستان نبوده و نیست. خدا در همان لحظه سقوط وعده داد دشمنی میان نور و تاریکی، وعده نسل زن و پیروزی نهایی حتی در داوری. امید پنهان شد. از ابتدا کتاب مقدس کتاب امید بوده و هست. پس از گسترش گناه خدا جهان را داوری کرد، اما راه نجات را نیز گشود. وعده نابودی کامل دیگر تکرار نخواهد شد وعده داد. نشانه رنگین کمان را قرار داد. این عهد نشان می‌دهد که خدا هم عادل است هم رحیم. ابراهیم نه پیامبر بود، نه قوم خاصی داشت و نه شریعتی وجود داشت، اما خدا او را فراخواند و 3 وعده اصلی به ابراهیم داد. یکی نسل که نسل او را زیاد می‌کند، سرزمین و برکت برای تمام قوم‌ها از ابراهیم خواهد بود. این وعده‌ها نگاهی جهانی داشتند. نجات همیشه برای همه در نظر خدا بوده و هست. پیدایش باب 12 آیات 2 و 3 اعلام می‌کند که از طریق نسل ابراهیم تمام خانواده‌های زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم عادل شمرده شد نه به خاطر اعمال بلکه به خاطر ایمان. نجات همیشه از راه ایمان بوده است. شریعت برای نجات داده نشد بلکه برای آشکار شدن گناه بود. شریعت مانند نور است که گرد و غبار را نشان می‌دهد اما خودش خانه را تمیز نمی‌کند. به موسی 10 فرمان و شریعت داده شد. نظام قربانی برقرار شد. در خروج می‌خوانیم باب 19 آیات 5 و 6 نشان می‌دهد که اسرائیل قوم مقدس و پادشاهی کاهنان خوانده شد. خروج از مصر تصویری از نجات شد و خون بره سایه‌ای از مسیح عیسی. اما خدا با داوود نیز عهد بست. خدا وعده داد که پادشاهی جاودان از نسل داوود برخواهد خاست. این عهد نگاه ما را به آینده و به مسیح، آن هم مسیح پادشاه، معطوف کرد. و در نهایت خداوند آمادگی برای آمدن مسیح را در تمام کتاب مقدس بیان کرد. تمام عهدها مانند تابلوهای راهنما به یک شخص اشاره می کردند. ابراهیم نشان می دهد منجی از چه نسلی می آید و موسی نشان می دهد منجی باید قربانی شود. در انجیل های متی باب 1 و 1 و لوقا باب 2 آیات 10 و 11 تأکید می‌کنند که عیسی مسیح تحقق نهایی تمام وعده ها و نجات دهنده همه مردم است. داستان قدیمی هست که میگه خدا قوچی را به جای اسحاق فراهم کرد. در کتاب پیدایش یکی از آزمون‌هایی که ابراهیم در آن پیروز شد اینکه فرزندش را باید قربانی میکرد، اما خدا قوچی را به جای اسحاق قرار فراهم کرد، تصویری از بره‌ای که روزی به جای ما قربانی میشود. شریعت مانند صورت حساب بدهی است. وعده ابراهیم وعده ضامن و مسیح همان ضامنی است که بدهی ما را با خونش پرداخت کرد. عزیزان، آمین که چشمان ما باز شود و حقیقت و راستی که عیسی مسیح است را بشناسیم که چرا عیسی مسیح بیگناه برای بخشش گناهان ما فدیه شد. برای اینکه مروری کرده باشیم به درس، سوالاتی را طراحی کردیم با پاسخ
این سوالات را با هم مرور میکنیم و ادامه درس را خواهیم داشت. چرا عهدها برای فهم نجات مهمند؟ چرا عهدها برای فهم نجات مهمند؟ جواب: زیرا عهدها نشان می‌دهند نجات برنامه‌ای تدریجی و هدفمند میباشد. آیا شریعت نجات می‌دهد؟ شریعت نجات نمی‌دهد. شریعت گناه را آشکار می‌کند و ما را به نیاز به نجات دهنده آگاه می‌سازد. وعده ابراهیم چگونه به ما مربوط است؟ وعده ابراهیم در عیسی مسیح ما وارث آن وعده شده ایم. چرا خدا با وجود ناتوانی انسان شریعت را داد؟ برای آشکار شدن گناه و آماده سازی انسان برای پذیرش مسیح، خدا با وجود ناتوانی انسان شریعت را به موسی داد. رابطه عهد موسی و عیسی مسیح چیست؟ پاسخ: شریعت و قربانی ها ما را به قربانی های نهایی یعنی مسیح عیسی هدایت میکنند. عزیزان، نقشه نجات تصادفی نبوده و نیست. خدا از ابتدا برنامه داشت. عهد ابراهیم وعده را اعلام کرد، عهد موسی انسان را آماده ساخت و همه چیز در عیسی مسیح به کمال رسید. خدا هرگز نقشه‌اش را گم نکرد، حتی زمانی که انسان گم شد. خدا را شکر که این درس را نیز به سلامتی به پایان رساندیم. آمین که مورد پسند شما واقع شده باشد. تکالیفی را با همدیگر انجام خواهیم داد و خود را آماده می‌کنیم برای درس بعدی. آیات پیدایش باب 12 2 تا 3، خروج باب 19 5 تا 6 و متی باب 1 آیه 1 را با همدیگر مطالعه می‌کنیم و تفسیر از آنها در برگه ها می‌نویسیم. تکلیف بعدی: مقایسه می‌کنیم چطور وعده های خداوند به ابراهیم و موسی در تحقق نجات از طریق عیسی مسیح دیده می‌شود. این دو تکلیف را با همدیگر انجام می‌دهیم و کم کم می‌رویم تا این درس را با یک دعا به اتمام برسانیم. خداوند وفادار، تو را شکر می‌کنیم که نقشه‌ات برای نجات ما هرگز شکست نخورد. سپاسگزار تو هستیم که از طریق ابراهیم به ما وعده برکت دادی و از طریق موسی به ما یاد دادی که گناه چقدر جدی است. ممنونیم که تمام این راه‌ها به عیسی مسیح ختم شد. برکات تو بر شاگردانت باشد خداوندا تا در این روزها عمق محبت و برنامه‌ریزی تو را درک کنند. شکرگزاریم خداوندا و فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با جمعی شما عزیزان باشد و بماند. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.